سلام، مصطفی ملتفت هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس ورکشاپ های تفکر انتقادی. ارسطو میگه ما هر کدوممون یک فیلسوف هستیم، چرا که فلسفه با شگفتی و حیرت در برابر جهان هستی آغاز میشه و ما جوابهایی که پیدا میکنیم در برابر این سوالهای بنیادین زندگی باعث میشه که زندگیمون جهت داده بشه. هرچند ناخودآگاه این جوابها هستند که ما رو جهت میدن، اما ما در پیدا کردن جواب سوالهای بنیادین زندگی نقش ایفا میکنیم. در کارگاه کریتیکال تینکینگ ما قراره درباره تفکر انتقادی و فایدهش صحبت کنیم. اینکه ما توی زندگی حقایقی رو به عنوان پیش‌فرض‌ها قبول میکنیم و اونها رو واقعیت‌های عینی زندگیمون میدونیم. اینها چقدر میتونن به چالش کشیده بشن و چقدر این تفکر انتقادی میتونه مفروضات پیشینی و یقینی ما رو به چالش بکشه. در این دوره ما به شما کمک میکنیم که بتونید باورهای یقینی خودتون رو به چالش بکشید تا به حقایقی نو دست پیدا کنید. چرا پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است؟ همیشه توی مدرسه و دانشگاه به ما گفتن این گزاره ها حقایق هستی و جهان هستند. هیچ وقت هیچ کس نیومده که به جای یاد دادن اندیشه ها به ما اندیشیدن رو یاد بده. و خب این چالش برانگیزترین کاریه که هر انسان به نظر من باید انجام بده. اندیشیدن. اما چرا اندیشیدن میتونه اینقدر مهم باشه توی زندگی ما و چه ارتباطی با هنر گفتگو داره؟ به نظر من خیلی از مشکلات جامعه ما به خاطر اینه که ما نمیتونیم با دیگری به یک گفتگو و یک درک متقابل درستی برسیم. توی روابطمون با خانواده و دوستامون و حتی پارتنرمون ما مشکلاتی داریم از این قبیل که همیشه این اعتراض رو میشنویم که درک نمیشیم و خب این به خاطر اینی که ما نمیتونیم در واقع درست بیاندیشیم و درست بشنویم. درست اندیشیدن، درست شنیدن. این ورکشاپ برای ایرانیان مقیم امارات هست که ما در روز جمعه 19 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر منتظر حضورتون هستیم.